خلیفاєв Davlat Rahmatović دکتر علمهای فارماسیفتی پروفسور کافدرای تکنولوژی فارماسیفتی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام عبالی ابن سینا، یکی از معتبرترین علمان تاجیک در علم داروسازی، روز 8 ینوار سال 2023 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک یکی از شاگردان او شهریار شریف زاده خبر داد. سرریاست خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت ختلان نیز با نشر یک نامه سوگواری در فیسبوک در رابطه به مرگ پروفسور دولت خلیفاєв به نزدیکانش اظهار تسلیت کرده مرحوم را شخصیت نمایان سوای فارماسیوتیک کشور به قلم داده است. پروفسور دولت خلیفاєv یکی از علمان اعتراف شده سوای داروسازی شناخته میشد. او رساله دکتری خود را در مسکو در موضوع ساختن داروها از گلهای بنتونیت و روغن افیر حمایت کرده بود. پروفسور خلیفاєv قریب نیم عصر یا 47 سال در دانشگاه طبی تاجیکستان به شاگردان از فنهای داروسازی درس داده در این چند ده ساله هزاران شاگرد را به وای رسانیده است. سمت اساسی تحقیقات علمی پروفسور خلیفاєv تکنولوژی ساختن دارو و درمان از مواد مختلف از جمله از رستنی ها و مینرال ها و مواد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی بود. همکارانش در گذشت پروفسور خلیفاєv را یک تلفات سنگین برای علم طب تاجیک به خصوص برای ساحه داروسازی می شمارند.